بسیار دلشکسته بودم از زندگی. بازم دلم زنده شد در زندگی. در روزای خرسندی من خیال میکنم که 21 سال در کوارتیره ها شدم. به حد می ندارم، به حد خرسندم. خرسندیم هیچ حد کنار نداره. در واگن شیشتم که دسترم باران میریخت. بچه های ما بخدا که شکای مکتبیشان تر میشی بسیاری وقت. شکرانه پروردگار 5 تا دارم کلونی یکم خونه داره. پیش وقتا که چون ما آگاه بودیم در مثلا واگن و دیگر وایها زندگی میکردیم که بسیار هم زندگی سنگین طاقت فرسا داشتید و امروز که مثلا با دستگیری جناب عالی و صاحب کارانی با ننگ و نام صاحب این منزل گشتید، یادآور میشدید که در چگونه جایها زندگی میکردید؟ زندگی شما چگونه مشکل بود؟ هزاران بار شکرانه پروردگار بسیار منت داریم. ای صاحب کارانم خداوند برکت شما تید. خیلی نبود دستگیری و همین زحمت های همین صاحب کارا و این پیشوای ملت جناب عالی محترم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پدر ملت، همین در سیمای همین پدر مهربان ما هیچ وقت خیال کردم که وقتی پدرم از دنیا گذشت چون رفیق بود قدیما یک دوست بود با رنگی دگانه بود. وقتی که همین گپای سخنای خوب همین جناب ما شنیدم بسیار دلشکسته بودم از زندگی. بازم دلم زنده شد در زندگی. شکرانه پروردگار. ما هیچ باور نداشتم که به این روزای خرسندی میرسم. این امروز همین خانه را ماده هدیه کردگی. در روزای خرسندی من خیال میکنم که 21 سال در کوارتیره ها شدم. خیال میکنم حاضرم مهمانم رنگی همین چیزای کوارتیره بوده. هیچ باوری آدم نمیآید. حاضر دادر جان فرزند پدر این کار نمیتونه کرده. این کار جناب عالی کرد. این کار صاحب کارو کردم. خداوند همشه برکت ده. خداوند این زر زیور طلا و تنگه فرزند همه در پیش همین تنی ساعت هیچ است. پروردگار همه وقت تنشون صحت باشه. بالای سر ما 100 سالها کلان باشه. 100 سالها پروردگار همین باشه و غمخوریاش مثل ما زنها و مادرها بسیاره. همین زنها و مادرها خار نشوند. خداوند به همه روز نیک همه بندش برسونه. به حد می ندارم، به حد خرسندم. خرسندیم هیچ حد کنار نداره. خیلی که کودک ایده خرسندی میکنه کرتای نو میپوشه همین چند دیرش قصد میکنه. ما اومدیم همین خانه ده همین زن کلان هم خیلی شیدگی هم. خرسندیم هیچ پایان نداره، هیچ اخیر نداره. خداوند همشه برکت بتیه. و پیش وقت چگونه زندگی داشتین؟ در کجا زندگی میکردید؟ به حد زندگیم بگفتن طوری نمیاد. به حد زندگیم وزبین بود. در واگن شیشتم که دسترم باران میریخت. بچه های ما بخدا که شکای مکتبیشان تر میشید بسیاری وقت. زمستان تر میشید میرفتن. لیکن بچه هم ای درس عقیب نمیموندن. فعالم در خواندنم فعالم در همه طرفه همه کار ای دستشان می انشالله برام خدا شیری ندارم آینده میشوند. جمعیتنده دستشان میرسه. بگذار که پروردگار رنگی همین صاحب کارا بچه های من با تحقیق شوند دستی به خیر داشته باشن. رنگ ما زنها و مادرها را دستشان برسه و ای همین عذاب خلاص شوند. این خرسندی ما هیچ پایان نداره. چند فرزند داره؟ شکرانه پروردگار 5 تا دارم کلونی یکم خونه داره. 4 تاش قدیمه. 3 تا بچه و 1 تا دختر.